بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالا. دوستان عزیز، در این روزهای اخیر من خبری را دریافت کردم و دیدم که یک کشیش آمریکایی، کشیش مسیحی آمریکایی مسلمان شده به نام هیلاریون هیگی، اگر اسمش را درست خوانده باشم. خب در ابتدای کار گفتم شاید شایعه باشه و این اتفاقات یعنی زیاد میفته. خب نیازی نیست که در مورد تک تک اینها صحبت بشه و معروف و مشهوره. اما من امروز از یکی از یعنی چهره های رسانه‌ای نصرانیت، البته به زبان انگلیسی صحبت میکنه و ترجمه زیرنویس عربی است، دیدم برای من جالب بود. از کسایی که این را میشناسه، این کشیش را میشناسه، و بعد صفحات مسیحیان وقتی مراجعت میشه میبینین که همهشان ناراحتن و دعا میکنن که پس دوباره این شخص برگرده به سوی مسیحیت. خب مطمئن شدم که یعنی خبر حقیقت داره و من ویدیوی این دوستش را در کنار صفحه برایتان نشر میکنم. خب شما ببینید و ببینید در واقع چی میگه و بعد از اون انشاءالله دوباره برمیگردیم و به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی پیرامون این مسئله در واقع صحبت میکنیم. دوستش یعنی یک سری مسائل یا به اصطلاح یکی از دوستدارانش این مسئله را مطرح میکنن، میگن من به شدت ناراحتم نسبت به این مسئله که این اتفاق افتاده. یعنی این فرد یکی از کشیش ها به اصطلاح مسلمان شده. با هم حرفش رو میشنویم، بعد از اون انشاءالله دوباره برمیگردیم. Some news that I heard yesterday and confirmed that it's true, and it's public information, and to somebody that I know personally and have also admired. Catholic priest and monk, just recently became a Muslim, Father Hilarion Hegi. I know a while back he was Eastern Orthodox. I think it was 2017 that he left from Eastern Orthodoxy to Eastern Catholicism, and so you can see from his Facebook account he bears witness to the Shahada, which is the formal way of becoming a Muslim. Blog Saeed Abdul Latif on Medium.com, and here he shares his resources along the way for his conversion. بله دوستان عزیز، این لطف الله متعال سبحانه و تعالی است و به هر حال این فرد مسلمان میشه و این لطف الله متعال. و حتی یعنی حرفایی که نسبت به این فرد داده میشه این که این فرد گفته من به اصلم برگشتم و واقعیت حالش اینه. بله، آموزه های عیسی مسیح علیه السلام رو شما میتونید در اسلام پیدا بکنید، نه در نصرانیت تحریف شده، به شدت تحریف شده و اصلا آموزه های عیسی مسیح رو شما نمیبینید. حتی شما یعنی اصول این دین را نمیتونید از لابلای کتاب مقدسشان ثابت بکنید. همین کتاب مقدس تحریف شده نمیتونن اصول دینشان را که محققو ثابت بکنن و بارها اینها در مناظرات در برابر مسلمان ها زانو زدن و عاجز ماندن. نه تثلیث تانستن ثابت بکنن، نه تانستن که صلب عیسی مسیح یا به اصطلاح صلیب کشیده شدن عیسی مسیح را به معنای واقعی کلمه ثابت بکنن و این اختلافات و تناقضاتی که وجود داره اینها را برطرف بکنن. یعنی خودشان درماندن و عقل این را نمیتونه بپذیره و آموزه های عیسی مسیح نمیتونه این را قبول بکنه، چیزی که اینها به نام تثلیث امروز قبول دارن. خب طبیعی است که واقعا به اصلش برگشته و واضح است. این کشیش در ابتدا ارتدوکسی است، بعد از آن میه کاتولیک میشه. خب یعنی در حال تحقیقه، میه کاتولیک میشه، میبینه که واقعا باز هم پاسخی نداره در خیلی از مسائل. بعدن مسلمان میشه طبقی که اون فرد یعنی ویدیوش رو نشر کردیم دیدید که یعنی میگه که آمده شهادتین خوانده و به هر حال مسلمان شده. میگه من به شدت اندوهگینم، من در واقع زیر تأثیر صحبتایش بودم، یا به اصطلاح به سخنانش شگفت زده میشدم، یعنی خوشم میامده صحبتهایش و حالا رفته مسلمان شده. اولا خب کشیشه ها و مسیحیان یا نصرانی ها در دنیا وقتی این خبر شنیدن برایشان شوکاوره که چطور این یعنی مسلمان شده، اون هم یک کاتولیک مسلمان شده. گرچه زیاد مسلمان میشن اما به این حد
به این سرحد تعداد محدودی هستند که تمام دنیا را پشت پا بزنه و بعد به خاطر آخرتش بیای حقیقت را بپذیره و قبول بکنه. اولا خب من واقعا یعنی تبریک میگم از ته دلم به این برادر مسلمانم، چون حالا نامش را گذاشته سعید عبداللطیف. تبریک از ته قلبم میگم، خوش آمدی به آغوش اسلام با این وضعیتی که امروز دنیاست و من یقین دارم که چی مشکلات را متحمل میشی، خاصتا این که خودش یعنی نشریه‌ای را به نشر سپرده که از لحظه‌ای که من مسلمان شدم زیادی از پیام‌ها برایم آمده، طبیعتا یعنی تهدیدات هم از طرف کشیش‌ها و از طرف کلیسا براش میایه، امر کاملا طبیعی است. اینکه چی اتفاقاتی بعداً خواهد افتاد الله سبحانه و تعالی کمکش بکنه و از الله متعال می‌خواهیم این برادر مسلمان ما را استقامت بده، پایمردی بده که در برابر دنیا و در برابر تهدیدات خدای نخواسته عقب نشینی نکنه، چون یعنی حتی به ظاهر الله متعال برایش استقامت بده. بعد از آن پیام من دارم برای تمام نصرانی ها و مسیحیان، بیایید دست بردارید از شرکیات و خزعبلات و خرافاتی که به نام عیسی مسیح علیه السلام به خورد شما داده شده. والله بالله تالله تمام این خرافات و خزعبلاتی که امروز شما دارید، اینها به عیسی مسیح اصلا ربطی نداره. اصلا دین عیسی مسیح را اینها کشاندن به سمت و سوی دیگری. نیست این دین عیسی مسیح علیه السلام که شما امروز دارید پیروی میکنید. عیسی مسیح علیه السلام شخصیتش اون چیزی نیست که در اذهان شما متاسفانه آن را بذر کردن و شما را به صلیب پرستی و شما را به عکس پرستی رو در واقع کشاندن، به جایی که الله را بپرستید. اللهی که عیسی مسیح به عنوان پیغمبرش آمده و حتی در کتاب شما هم موجوده که عیسی مسیح علیه السلام رسول و فرستاده شده از طرف الله. بعد میگید که نعوذ بالله این الله یا فرزند الله با اون تعبیری که مسیحیان دارن، نه با تعبیری که کتاب مقدس از فرزند و پدر و پسر و پدر داره، که یک بحثی در نقض در واقع اقنوم سگانه که به هر حال یک مبحث طولانی هست که به این قضیه پرداخته بشه. بیاید دست بکشید از این خرافات، از این خزعبلات. شما با این خرافات و خزعبلاتتان در روز قیامت نمیتونید که با عیسی مسیح علیه السلام روبرو بشید. عیسی مسیح علیه السلام پیغمبری از پیامبران الهی بود و آمد برای برچیده شدن شرک، اما بعداً متاسفانه دینش را به سمت انحراف بردن و او را کردن نعوذ بالله به جای الله متعال سبحانه و تعالی و نعوذ بالله. و همچنین من پیامی دارم برای برخی از مسلمانان فریب خورده‌ای که خصوصا یعنی وقتی اینها یعنی نیازمند میشن که برن به کشورهای اینها و دام کلیسا میافتند و بعد کلیسا اینها را به این طرف و آن طرف میکشه و عقاید اونها را خراب میکنه. ای مسلمان، دینت را بفهم، اسلام را بفهم، قرآن را به معنای واقعی کلمه بخوان، بعد از آن دین نصرانیت را هم بخوان. فریب 4 تا حرفه های فریبنده را نخور. اسلامت را، دینت را در ابتدا بفهم، بعد اون دین دیگر را هم بفهم. من نمیگم نفهم، برو اون را هم بخوان، مطالعه بکن، بعد اینها را مقایسه بکن. اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی کسی خواسته باشه کتاب مقدس با قرآن مقایسه بکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی در الفاظ نیست، چی برسه به مطالب و محتویاتی که در این دو کتاب موجوده. یعنی چطور یک انسان عقلش را بده به دست کلیسا، اون کلیسایی با این وضعیت، سبحان الله، من یعنی حیران میمانم. چون بعضی از اینهایی که یعنی نصرانی شدن و مسیحی شدن، من با اینها زیاد صحبت کردم، با افراد زیادشان. میپرسی که تو از اسلام قبلا چی میفهمیدی؟ هیچ، خلاص در خانواده مسلمان بزرگ شده و از اسلام چیزی نمیفهمه. جان من، برو اسلام را بفهم، برو اسلام را بفهم. بزرگان اونها میان مسلمان میشن، افراد جاهل ما میرن مسیحی میشن. تعجب آوره والله. افراد مادیگرای ما به خاطر یک پاسپورت و به خاطر یک به اصطلاح تابعیت و به خاطر اینکه یک پولی به دست بیارن در کلیسا ثبت نام بشن به هر قسمی، متاسفانه اینها رو میبینید به این سمت و اون سمت میرن. الله المستعان. پس دوستان عزیز و گرانقدر، خیلی متوجه این مسئله باشید. من پیام اخیری برای همه دارم، چی مسلمان چی مسیحی، همه و همه، خصوصا اسلام ستیزان. یادتان باشه با تمام قدرت بر علیه اسلام می جنگید، با تمام قدرت کشورهای غربی بر علیه اسلام می جنگن، کشورهای کفری بر علیه اسلام می جنگن، اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه پیروزی اسلام و شکست شماست.
الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان سوره مبارکه انفال میگه ان الذين كفروا، آنهایی که کافر شدند، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مالهایشان را انفاق میکنند تا مردم را از دین الله باز دارند، با شبهات، با پرازیت پخش کردن، با توهین کردن، با جسارت کردن، با زبان درازی، با توهین به مقدسات، امثالش یعنی ترفندهای شیطانی که دارن. فسینفقونها، اینها مالهایشان را انفاق میکنن، میدن، سرمایه گذاری میکنن، تا جایی که توانشان هست سرمایه گذاری میکنن در این راه. فسینفقونها ثم تكون عليهم حسره، بعد همین انفاقشان برایشان ندامتی میشه، پشیمانی میشه، حسرت و بیچارگی میشه. ثم یغلبون، بعد شکست میخورن. بله این وعده الهی است و الله متعال سبحانه و تعالی این در سوره مبارکه انفال آیه 36 و الله متعال سبحانه و تعالی در جای دیگه میگه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، آنها میخواهند که نور الله را با دهانهایشان خاموش بکنن. والله متم نوره، الله نورش رو تمام میکنه. ولو کره الکافرون، گرچه کافران بدشان بیه، کافران از این کار خوششان نیه. و این سبحان الله یعنی در آیه 8 سوره مبارکه صف، واقعا که این آیه یعنی کمر اسلام ستیزان رو میشکنه. شما هر چی تلاش میکنید بکنید، سرانجام چی میشه؟ سبحان الله شما امروز ببینید با تمام رسانه ها در خدمتشان، همه چیز در خدمتشان، اما چی میشه؟ یک مسلمانی در یک گوشه نشسته موبایلش را میگیره و میگذاره پشت یک میک مینشینه داخل خانهش، با مشکلات اقتصادی، با مشکلات متعددی که داره، با تهدیدات، با همه این موارد، 4 کلمه میگه، تمام دین اونها را از ته میرزه پایین، هیچی ندارن در جوابش بگن. یک مسلمان عادی چندین نفر را مسلمان میکنه و این کاروان هدایت شوندگان زیادن. یعنی کشورهایی که بیشترین اسلام ستیزی را داره بیشترین رشد اسلامه. سبحان الله، این تعجب والله. خودتان برید مطالعه بکنید. بهترین انسانها، فهمیده ترین انسانها، خصوصا از قشر زنها مسلمان میشه، میفهمند که اسلام یعنی چی، چون مطالعه داره. یعنی مسلمان میراثی نیست که چون پدرش مسلمانه، خانوادهش مسلمانه پس من هم مسلمانم. نه، واقعا اسلام رو مطالعه میکنه. حالا این نفر، این کشیش مثلا آقای هیگی در واقع 20 سال یعنی تحقیق میکنه، بعد از 20 سال مسلمان میشه. اون هم به حدی که یعنی کشیش های مسیحی، خود مسیحیان شوک زده شدن، حیرانن که چی اتفاق افتاده، چی شده. سبحان الله. الله متعال سبحانه و تعالی دینش را منتشر میکنه. پس بر من و توی مسلمان، ای مسلمان، که حقیقت اسلام را برای دیگران برسانیم. اولا بفهمیم، بعد برای دیگران برسانیم. یقینا که دیگران شیفته اسلام خواهند شد، برخلاف آنچه که اسلام ستیزان جاهلی که اسلام را نمیفهمند یا میفهمند کج میفهمند یا کج میفهمند، اون کجی را راست گفته و بعد همان دروغها را به خورد مردم میخواه بده. برخلاف اون اسلام بهترین دین و جامعترین دین و شاملترین دین و زیباترین دینه. شما هیچ فکره، اندیشه امروز در دنیا پیدا نمی کنید که بهتر از اسلام باشه، چی دین باشه چی غیر دین. تمام افکار و اندیشه ها را بیاید جمع کنید، بخوانید، مطالعه کنید. حتی دین آتئیسم، با وجودی که میگن ما دین نیستیم، واقعا دینن دیگه، خدایان مشخصی دارن، یعنی از اونها هر چی گفتن خلاص پیروی میکنن، همینه دیگه، دینه یعنی. و یک سری افکار و اندیشه های منحط و پستی دارن. برید ببینید که چی دارن اینها. چی داری در بساط؟ من مثلا آمدم اسلام را رها کردم، تو چی داری برای من؟ چی برنامه‌ای برای من داری؟ جز چند تا شبهه و خرافه گویی کدام چیز دیگری داری مگر؟ نداره. شبهه را از زیر بغل ملحد بگیر دیگه، چیزی برایش باقی نمیمونه. یعنی برنامه نداره برای تو که ارائه بکنه، برنامه‌ای که برای زندگیت داشته باشه برای بقیه امور. به هر حال جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. بار دیگر تبریک میگم برای تمام امت اسلامی و خاصتا این برادر عزیز ما سعید عبداللطیف. خوش آمدی به آغوش اسلام و برادران مسلمانت و خواهران مسلمانت به تو تبریک میگن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.